سلام به همه دوستان عزیز. اومدیم با یه آموزش جدید. از همین الان بگم ویدیو رو لایک کنید و کامنت یادتون نره. خب ما میخواییم دشمنی رو بزنیم که T5 هست و یا به صورت اینکه ایستاده یه جایی ایستاده و آنلاین نیست ولی T5 و قدرتش رو نداریم ما بزنیمش. بعد از اینکه انواع بافا رو فعال کردیم و اینا برای حمله آماده میشیم، ارتش با خودمون بیرون میاریم، شناسایی میکنیم کجاها رو میشه زد و کی رو باید بزنیم و چجوره که اینا. خب میاییم اینجا اینو بزنیمش. این T5 و برای اینکه بزنیمش باید ما تو سیزن 2 هستیم، منم T5 ام ولی قدرت من نسبت به اینا خیلی کمتره. میریم طرف رو بزنیم. بچه ویدیو رو لایک کنید. برای زدن چنین اشخاصی اگر مثلا داره مزرعه کش میکنه یا اینکه یه جا ثابت وایساده یا مثلا 5-6 تا نیرو، مثلا 5-6 تا نیرو اینجا جمعن، مثلا ماده بربر بزنه 5-6 تا نیروهاش همینجا جمع شده و تو بازی نیست، آنلاین نیست. اگه آنلاین بود باید فرار کنه چون که میزنه با هاک یکی میکنه. ولی اگر دیدید غیر فعاله با این روشی که میگم میتونید پدرش رو در بیارید. حالا تا نیروی من برسه اینا ویدیو رو نگه میدارم. خب نیروم رسید ولی متاسفانه یارو رفتش. حالا اشکال نداره، بذار ببینیم اینو میتونیم بزنیمش. اینم همزاده همونه. میایم بغلش اول میزنیم به این بربره و این بربره رو میاریم با خودمون نزدیک مزرعه کشت طرف. خیلی تون نمیرید که بربر بهتون برسه. خب بذارید اسکیلش پر بشه. پر که داشت میشد مفله میکنی واسه این تپ. بیاید این ور که بربر نمیره. خب میریم بربر دوباره میزنیم. دمیجش اسکیلش که پر شد میزنیم به این یارو شپلا. دوباره میریم مثلا به این و میزنیم به اون شپلا. دوباره میکشه عقب، بربر نمیره. برم میگردیم سرزا. ای بابا در رفت. آجی وایسا. خب این دیگه نمیشه درش. من دیگه هم به درد نمیخورم. ببین چقدر شد. 33,000 33,000 توش زدم. بشمه 33,000 توش دمیج زدم. شانس و بچه ها. حالا بقیه چیزا هم هست غیر این. 33,000 تا توش زدم. این یکی دیگه هم گزارشم. این فارمه اینجا 32 تا دیگه اینجا زدم. این یارو این 209 میلیون پاور داره زدمش. اینجا 33 تا، اینجا 30 تا. اینجوری بدون کمترین کشتگی بیشترین کشته رو بگیرید.
بچه ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید ویدیو رو و بعد دوباره برمیگردید شناسایی میکنید منطقه رو دوباره میزنید طرف یه جایی اونجا یکی گزارش برام فرستاده بود کجا بود؟ بچه ویدیو رو لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید و بقیه ویدیوهای قبلی منم تماشا کنید. اگر سوالی چیزی هم دارید زیر ویدیو کامنت بذارید اگه بتونم جواب میدم. فعلا بای. یه تونه بربر اینجا گیر میارید بهش حمله میکنید و نیروتون رو میکشید اینجا میذارید بربر بیاد بزنه. خب میذارید اسکیل این ادوار الان ما تو سیزن 2 هست پر بشه میایید یه دونه میزنید به حالا دوباره اینوری دوباره پر میشه میزنی به این حالا دوباره میزنی به این پر شد میای میزنی به این دیدم تو اینترنت تخمی ایران. ای بابا این چه اینترنت افتضاحیه. دوباره میایم اینجا میاریم شلوتر خب اینجا بهتره الان اسکیلش معلوم میشه که ای برش این ادوار اسکیلش 2 ساعت میکشه برش حالا شرق میزبونیم بیرون بعد میزنیم دوباره به این پر شد دوباره نفره میکنیم سر اون میزنیم توی اینجوری درصد کمی آسیب به خودمون وارد میشه. این دیگه آخرشه. بذار یکی دیگه گیر بیاریم اینجوری ما کشته نمیخوایم بدیم هم بربر میزنیم